آمدم بر تاجیکستان عزیز. اینجاش یادتون است؟ آمدم بر تاجیکستان عزیز تا ببینم روی یاران عزیز، تا برایم بر سری کوهسارها سیر بینم کشورم را بارها. سیر بینم یعنی گرسنه میشده برم تاجیکستان. تا برایم بر سری کوهسارها سیر بینم کشورم را بارها، تا کنم تعظیم همچون پختچین چارقد گردیده بر سوی زمین. در همین جای است منزلگاه من. بینه من نیم بی آشیان پرنده، من نیم در لب تصادف خنده. در همین جای است منزلگاه من، در همین جا گشت روشن راهی من. در همین جا من به دنیا آمدم، در همین جا چشم بینا آمدم. پس چرا گویند بعضی دوستان چند روزه آمدی تو مهمان؟ مهمان من نیستم یاران، حذر از چنین گپ‌های ناچسبان حذر. در همین جای است منزلگاه من. یعنی ببینید یکی گرچه شهروند SSRM، وکیل خلقی SSRM، رئیسی بنیاد آسیا و افریقا هم، شهروند جهانم، اما در همین جای است منزلگاه من. این ترسوزاده خلاصه انمی گونه با وطن اینا پیوست بدن.